им должны дать, потому что ребенку нужно будущее. کودکان را در خارج آینده خوب انتظار است. در اینجا هم البته می شود آینده را ساخت، اما در خارج امکانیت تحصیل و کار خیلی بهتر است. اگر آدم باوریناک و مسئولیت شناس است و باز هم از همه مهم خویش کودک باشد، حتما باید این اجازه را داشته باشد. خویش و تبار هیچ وقت به کودک همخون خود بی‌رحمی نخواهند کرد. Ему можно давать этот ребенка. اگر اولاد خودش باشد ممکنه میشه اگر خیلی بیگانه ده نه بیگانه ده نمیخواهید. نه اولاد خودش باشد چی برتری داره به نظر؟ اگر اولاد خودش باشه مثال برتریش همین که خیلی همچی یک خونه ایده همچی یک مهربانی است با دیگه خیلی مثال. فکر میکنم که اگر یعنی که خویشاوندان امکانیت می‌داشتند که فرزندان خویشون دیگرشون رو اگر با فرزندی قبول میکردن، این با تربیت همون فرزندان هم یک نقشی بسیار مثبت میگذاشت، چون که اونها رو یعنی که هم از جامعیت دور نمی‌داشت، یعنی که مهر و محبتی که مثلا با پدر و مادر داشتن اینها با داده میتونستن اونها رو. همین ما چند نمایشنامه‌ها رو تماشا کردم، فرزندان رو در اونجا بچه حالا گرفتار میکنن. مثلا خیلی من گفتم که در چه خیلی اویلا دادن فهمیدن در کو. Но мне кажется فکر میکنم با این قانون باید تغییرات وارد شود، زیرا این به هر حال برای بهتر کردن زندگی کودک خیلی خوب است.